سلام به همراهان همیشگی میثاق هومز. امروز اومدم یه ویلای 8 خوابه رو بهتون معرفی کنم. البته من بهش میگم موتل اختصاصی. این ویلا خیلی متفاوته به دلیل اینکه 8 تا مستر داره و خیلی جالبه، ساحل اختصاصی خودش رو داره و از همه مهمتر شرکت سازنده این ویلا تا به الان 3000 واحد از استودیو تا ویلای 8 خوابه رو تحویل داده. بیایید با من این ویلا رو ببینیم. میخوام راجع به سلیقه این سازنده صحبت کنم. سازنده این ویلا سعی کرده یه جورایی استایل ویلج تور رو با مدرن قاطی کنه. برای مثال الان شما میتونی از در ورودی این ویلا متوجه بشی که این ویلا تمام دیتیل و اکسسوریاش کار شده. مثلا این در گلچین شده، یعنی وارد شده به قبرس و داخل قبرس خریداری نشده. یا یه سری اکسسوریایی که میتونیم با هم ببینیم. خب الان میریم با هم لیوینگ روم این ویلا رو میبینیم. همینطور که میبینید تمام این ویلا از هر جهت که نگاه کنی شما ویو استخر، دریا و کوه رو با هم دارید. در شرق این ویلا شما یه آشپزخونه میبینید که در واقعیت نور صبحگاهی رو بهتون میده که این قشنگترین حسه به نظر من و میتونه خیلی پوینت مثبتی باشه. یه کاناپه میبینید، این کاناپه دست سازه و اینکه شومینه رو داریم. یه لیوینگ روم بسیار دلباز، خیلی جالبه. ویو لیوینگ روم دقیقاً مشرف به استخر، جنگل و دریا. بیا با من این ویو رو ببین. شما از پذیرایی و تراس ویو استخر، جنگل و دریای مدیترانه رو با هم دارید. بیایم با من 8 تا اتاق مسترش رو ببینیم. اما یه نکته، یه دونه از اتاقا بیرون از ساختمون ساخته شده واسه خدمه ویلا. میریم 3 تا اتاقای طبقه همکف رو با هم میبینیم که هر کدومشون دیزاین مخصوص به خودش رو داره. بریم با هم طبقه بالا رو ببینیم. چهار تا اتاق در طبقه بالا واقع شده که هر کدوم از این اتاقها دیزاین خودش رو دارن و خیلی جالبه. این ویلا طوری طراحی شده تمام اتاقهای این ویلا ویو دریای مدیترانه رو دارن. این اولین اتاق مستر در طبقه بالاست که یه جورایی یکم متفاوته به دلیل اینکه سرویس بهداشتی این اتاق طرح شیشه کار شده و یه داستان خیلی جالب برای قاب عکسایی که دارید میبینید. این در واقع عکسای فامیلی صاحب این پروژه است که خودشون در واقع داخل این ویلا زندگی میکردن ولی الان این ویلا رو گذاشتن برای فروش و تا وقتی که به فروش برسه به صورت روزانه اجاره میره. خب میریم با هم اتاقای بعدی رو میبینیم. همینطور که میبینید 2 تا اتاق سمت راست واقع شده، یه اتاق روبرو و سمت چپ ما سونای خشک داریم که خیلی جالبه. این شرکت سازنده تمام سلیقه ها رو پوشش میده. این ویلای 8 خوابه فقط یه تیپ از ویلاهای تحویل داده شده این شرکت سازنده است. ویلاهای 2 خوابه، 3 خواب و 5 خواب رو هم در این پروژه در لوکیشن اسنتپه داریم که در ویدیوهای بعدی بهتون معرفی میکنم. شرکت میثاق هومز عضو اتحادیه املاک در قبرس شمالی خدمات ویژه‌ای رو در این پروژه به شما عزیزان ارائه میدن. برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید. همه چیز از یک مشاوره صادقانه آغاز می شود.
مجموعه شرکت‌های میثاق هومز.